تو هم میخوای آرمانت مثل من اینجور رنگ زده باشه؟ پس بیا بریم بهت بگم. شما الان زیر عین نیاز داریم. حالا نه اسمش چیه؟ توش آب میریزی، بعد میاد توی چیز از اون و اینجا یه رنگ رو انتخاب میکنی از توی این بخش. یه رنگ انتخاب میکنی. الان من دوست دارم الان مثلا نارنجی، مثلا اینجا نارنجی میزنم توش نارنجی میشه. بعد من یه آرمانش چرم برم. نه حتما باید چرم باشه بچه ها. اگه چرم نباشه نمیگیرن اونا. باید و با حواستون باشه حتما با آرمانش چرم باشه بچه دیگه وگرنه نمیشه. تو شما اینجوری بنشید و نوعی رنگ و همین سادگی باید اینجا روی خودتون برزید و همین سادگی رنگش تغییر کرد. دیدین به همین راحتی. تا آموزش بعدی، خدا حافظ.